سایه مرگ بر سپاه روم. سال 53 پیش از میلاد، دشت‌های سوزان هران. سپاه روم مغرور از فتوحات با 70,000 مرد جنگی به شرق آمده بودند تا خاک ایران را در هم بکوبند، بی خبر از آن که سایه مرگ در هیبت یک مرد ایرانی در کمینشان است. سورنا. باد از غرب می آید، بوی طعم رومی ها رو با خودش آورده. بذار فکر کنن ما کمیم، بذار وارد دامی بشن که تا ابد یادشون بمونه چه غلطی کردن. سورنا با 10,000 سوار زبده، با زره پوشان و کمانداران ماهر، بیان که به رومی ها نزدیک شود، آنها را با تاکتیک کشنده جنگ روانی به دل دشت کشاند تا آنکه شلیک کنید، همه با هم. اونا باید حس کنن آسمونم با ما دشمنه. تیرها از آسمون باریدند. سپاه روم با سنگین ترین زره ها زیر آفتاب کویر و باران بی امان تیر چون گوسفندان محاصره و در هم شکستند. امروز روز منه. کراسوس فرمانده رومی ها که غرور تمام امپراتوری روم را با خود آورده بود از هم گسیخت، به سرش کشته شد، فرماندهانش یکی یکی فرو ریختند و سورنا، مردی از شرق، با نگاهی یخزده شمشیر را فرود آورد. گفتید تمدن؟ اینه تمدنتون؟ به ایران دست درازی کردی کراسوس و حالا دستاتو بهت نمیدیم. در نهایت کراسوس با خفت و زانو زده کشته شد. سورنا پیروز اما خاموش برگشت. اما غرورش، محبوبیتش و قدرتش برای دربار خطرناک بود. روز نحس. قدرت به چه قیمت؟ شاه اورد دوم از ترس سایه این سردار بزرگ دستور قتلش را صادر کرد. سورنا در اوج افتخار توسط خودی کشته شد. اگر خون من باعث